مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که جهت تأمین ولایت قانون، پیشگیری قاچاق و معاملات غیرقانونی مواد مخدر از طرف مقامات حفظ حقوق سنه 1 می سال جاری قاچاقچی اشهده مواد مخدر قابلوف شرف قمروویچ سنه تولدش 20 نوامبر سال 1976 زاده و استقامت کننده ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان جماعت دهات نظرشاد دادخدایف دهه بروشان موقتا بیکار عائله‌دار صاحب یک فرزند قبلا سود شده است و جنایتکاری مخصوصا خفناک گدامحمد فردوس یارمحمدویچ سنه تولدش 24 دکمبر سال 1976 زاده و استقامت کننده ناحیه روشن جماعت دهات نظرشاد دادخدایف دهه بروشان موقتا بیکار 2 مرتبه سود شده است دستگیر کرده شدند. از جانب ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان نسبت قابلوف شرف قمروویچ با ماده های 200 قسم 3 289 قسم 3 328 قسم 2 و 335 علاوه یک قسم 2 بند د و نسبت گدامحمد فردوس یارمحمدویچ با ماده های 200 قسم 3 و 289 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده برای ماهیتا بررسی گردیدن به سود ولایت مختار کوهستان بدخشان ارسال کرده شد. در این زمینه یک گروه جوانان ناآگاه و گمراه و با گروه های متشکل جنایت پیشه علاقمند ناحیه جهت دستگیری قاچاقچیان واسطه های نشه‌دار برای پیشبرد فعالیت خدمتی کارمندان مقامات حفظ حقوق ناحیه روشن مانعگی ایجاد نمودند، همزمان ترتیبات جمعیتی را ویران و آسودگی شهروندان را تا اندازه خللدار کرده به میده اوباشی دست زده بودند. بهر حفظ ترتیبات جمعیتی و رعایت قانونیت 19 ایون سال 2020 نسبت غلام حیدرов یادگار محمدبیکویچ سال تولدش 1976 زاده و استقامت کننده دهه درزود جماعت نظرشاد دادخدایف ناحیه روشن مجرد بیکار مولادادوف حبیب فیتکایویچ سالی تولدش 1987 زاده و استقامت کننده دهه درزود جماعت نظرشاد دادخدایف ناحیه روشن عائله‌دار صاحب 2 فرزند بیکار و بختیبکوف الچیبک رمضانویچ سالی تولدش 1965 زاده و استقامت کننده کوچه شادمانوف جماعت دهات روشن ناحیه روشن عائله‌دار صاحب 2 فرزند پروتکل های داخلدار ترتیب داده شده در اساس قرار سود ناحیه روشن برای صادر نمودن حقوق ویرانکنی مأموری با ماده 460 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان به حبس مأموری گرفته شدند. همچنین برای ویران نمودن طلبات ماده 460 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان ساکنان ناحیه روشن غریبشاه امیرشایویچ سال تولدش 1984 استقامت کننده دهه ومر بادروف درزو مهمانویچ سال تولدش 1987 استقامت کننده دهه درزود خوشنظرов عظمت اقنظرویچ سال تولدش 1991 استقامت کننده دهه بروشان مذهبشویف محمد خدایارویچ سال تولدش 1991 ساکن دهه درزود فرادبکوف اعظمجان شیرینبکویچ سال تولدش 1977 استقامت کننده دهه بروشان هر کدام به مبلغ 406 سامانی جریمه کرده شدند. نامبردگان به عملهای غیرقانونی خود اقرار شده اظهار پشیمانی نمودند. ما خطا کردیم دیگر هم صحت پیشگیری دولت ما اعتراف نکنیم از این موزیک رو نمیکنیم از کار خود پشیمان یادرس می‌سازیم آن ضررهایی که از جانب جنایتکاران رسانیده شده بودند از جانب خود آنها پوره برقرار کرده شد.